قبل از اینکه مهاجرت کنم 2 نصیحت علیرضا رو گوش دادم، واقعا جواب داد. یکیشو که توی یکی از پست‌ها گفتم، دومیش هم بخوام توی این پست بهت بگم. این نکته هم داشته باش، حواست باشه تو مهاجرت به حرف کی گوش میدی، ببین کی تو حیطته. من نمیخوام بگم کسی غلط تصمیم میگیره یا درست ها. نصیحت دومش این بود که وقتی میای واقعا مهاجرت میکنی، توی که حرفه داری یا مثلا دست به آچار، اینجا بهش میگن هندیمن، دنبال کار ژنرال نرو. با علیرضا اومدیم یه جلسه گذاشتیم در مورد کانستراکشن اینا صحبت کردیم، یه جرقه‌ای تو ذهنم اومد. همه بهم میگفتن برو آقا کار ژنرال کن، برو والمارت، برو نمیدونم فلان، زبانت خوب میشه، ولی من نمیتونستم. اومدم اینجا شروع کردم کارهای هندیمنی رو کردم. یاد کلیپ علیرضا میافتم که برگشت گفت اول کار من میرفتم با دوچرخه کارهای ساختمونی میکردم ولی کار ژنرال نمیکردم. خدا رو شکر که منم شروع نکردم کار ژنرال رو انجام دادم، اون کار تخصصی کردم و شروع کردم کارهای هندیمنی رو انجام دادم. این خیلی خوب بود. تو اگر بری کار ژنرال بکنی، اگه قابلیت داری توی ایران قوی بودی یا هر چیزی، اینجا که میای نرو تو والمارت خدا وکیلی کار کن، نرو توی نمیدونم، خیلی شغل هستا از نظر کاری مسئله ای نیست اینجا، ولی برو تخصص تو پیدا کن، ولی به شرط اینی که واقعا آدم دست به آچاری باشی، چون که کانادا قوانین قوی داره و خونه اینشورنسایی داره که تو اگر بلد نباشی ممکنه بعداً برات دردسر بشه. اگه آدم دست به آچاری هستی بدون که توی کانادا، حالا لااقل من تو شهر کلگری که هستم، خیلی جواب میده، چون هندیمنی تو شاید بری یه کار معمولی بکنی $18 بهت بدن، در نهایت $15 دستت بگیره. ولی اگر بیای اینجا کار تخصصی تو بکنی، حداقل میتونی ساعتی $28 تا $30 خالصی در بیاری. پس الکی نرو کار ژنرال بکن. اول کار که اومدی یکم به خودت فرصت بده. البته میتونی قبل از این که مهاجرت بکنی تو اینو در نظر بگیری و این تحقیقات رو بکنی. من کردم کار هندیمنی رو انجام دادم که حالا توی استوریا توی پیجم در موردش میذارم. تو هم اگر دوست داشته باشی پیج منو فالو کن، با من هم مسیر شو، کار هندیمنی رو یاد بگیر، ببین که واقعا تو کانادا خیلی کار کردن راحته.